سلام مردم عزیز، هر جای که هستین خدا خوش داشته باشیتون. دیگه توجه توجه توجه، و البته این به کسانه که تکلیف پروستات دارن و قبضیت دارن. دیگه میگه از طبیب کده پیش سرگذشت برین، حرف از او را بشنوین خوبتر است که سر از او تیر شده. دیگه چه داره که من خودم عملی کردم، به یاری خداوند پاک نتیجه خوب داده. دیگه کسانی که تکلیف پروستات دارن میتونن تخم کدو استفاده کنن که در وطن ما شما متوجه این گپ هیچ کس نیست و نبوده فکر میکنم. یعنی این تخم کدوست، این تخم کدوست، این مغز کدگیست تیار. البته ما این را از لیدل گرفتیم. هموطنان عزیز، ما در کشور اتریش زندگی میکنم. این در خود مغازه لیدل می باشه. از اونجا گرفتیم پاکدگی این چی داره، خالتش که تقریبا یک پاو ایترامه. دیگه شما میتونین بازی را در افغانستان کدو را بخرین. در وطن شما اگر فکر باشه کدو را هر جای میگیرن میده میکنن، تخمش دور مندازن و هیچ ما از این آگاهی نداشتیم. چنین تخمش دور مندازن، هیچ استفاده نمیکنن. شما میتونین که کدو بگیرین، تخمش او را کدویشون پخته کنن در خانه و استفاده میکنن. و باز خود کدو رو تخمایش پاک کنین، از بین امو توپگکا و چیزایش بکشین، باز خشکش کنین، باز ایره مغز کنین، باز این زیادی سو که پیدا کردین در خانه پیشتان باشه. صبحانه به می اندازه 3 وقت، دیگه هر وقت که استفاده کنین اجازه دارین به اینمه قدر، این به اندازه 20 دانه یا 30 دانه شه بخورین. دیگه خیلی برای از این تکلیف خیلی خوب است. کسانی که تکلیف پروستات داره شبانه زیاد میرن، نه تشناب میرن زیاد، روزانه و شبانه زیاد میدوانشان. بازی بسیار کم میسازش، یعنی نیم ساعت بعد بری، بعدین 2 ساعت بعد. بسیار فایده داره به یاری خدا. خدا اول کمک کنه ما و شما را، دوم شامی. دیگه کوشش کنین که تشویش نکنین، که هم زیاد نقص میکنه برش. خود از تشویش و چیزا زیاد دور نگاه کنین. و برای تشویشتان هم صبحانه 1 دانه یعنی صبحانه که 1 دانه سیب زرد بخورین در شکم خالی پشت سر شیره. باز این سیب زرد هم بسیار مفید است. باز ظهر همچنان پیش از نان 1 دانه سیب زرد، و شب همچنان پیش از ظهر 1 دانه سیب زرد این استفاده کنین. به یاری خدا اعصابتان جور تیار می باشه. دیگه اگر بتونین که خدا تقویه بسازین، چیزای اقتصادتان خوب باشه داشتین، باز بادام و پسته و شیر و یعنی دیگه هر چی غذا، عسل بسم الله ببخشین. اگر این چیزا کتش در نظر به اقتصادتان شوه، او دگام نیرومند میسازه، وجود تقویه میسازه. باز هر چقدر که تقویه باشی تکلیف های عصبی سرطان چی نمیکنه، تاثیر نداره. هر چقدر ضعیف شوی سرت تاثیر زیاد میکنه. اگر راست شد تکلیف عصبی دوا نداره، غیر اینمی دوایش است که خدا وجود تا تقویه نگاه کنی. وقتی که وجود تقویه بود دیگه هیچ نید. من پیشم دکتر همون تو اساسی دکتر اعصاب در افغانستان رفتم، من میگه پزد خود دکتر هم گفت دوا گفت فقط وقت استفاده کنین که زیاد یگان وقت سرطان فشار میآید. فشار میآید میتونین که این چیزای دیگه اگه یا نباشه پیشتون، نه باز دوام یگان وقت زیاد تو فشار میاره سر آدم. همین تو فقرا پشت میآید، پشت چتل فقرا میآید، آدم چی میساده. و یک چیز در بسم الله الرحمن الرحیم ببخشید دیگه چی فکرتان باشه که ای تو کسایی است که زیر تاثیر اینی گپ میبره خدا، ای تو خدا او نکنن نخورن خدا. این کلش تکلیف های عصبی و اینمیست.
که تو را اردقال که این تو میشی الک و تو میشی الک تو میشی الک والا انفجار میکنی الک فلانی چه سر چپه میشه الک در رفتی والا این تو میشه والا او که چیزای بد گذشته را یادتان میاره بعضی بادشان شاید بیرو که برای او والا اینجا میری موتر میزنه والا میکشم او والا اونجا کراتو مغلا این منول در راه تو میشه این گپا کلش تاثیر این تکلیف است. فقط نمازه که تانه بخونین دعای تانه کنین به خدا بسپارین که چی که صبحانه ای بدون ازی قربان شما آیت الکرسی را صبحانه چی کنین هر وقت که میتونین بخونین سرتان چوب کنین بالکل چیزایتان کم میسازه حتی 100% میاره شاین در 40% به یاری خدا بسیار زیاد خوب میشه. دیگه چی نماز تانه بخونین با عبادت تانه کنین با خدا باشین همیشه شکر ما و شما کل اسلام هستیم و کار نکنین که در او خداوند نگفته خلاف قانون اسلامی کار نکنین دیگه هیچ گپ نیست. دیگه زیر از این تشویشا خدا او نکنین خراب نکنین اگر کنین در یک هفته دوام نمیکنه انسان دیگه اینمی چیزا را عملی کنین و بازونگاتون در صورت که اقتصاد کسی خدا خوب کنه و نداشتین و چیزای دیگر هم بخورین جور تیار میباشین و مصروف خدا نگاه کنین مصروف همیشه تو بیکار در خانه دیدی که تناستی که سر تناستی بیرو برای سرت حمله میکنه در جای تنها فکرت خراب میکنه خدا کوشش کو کدی و طرف مصروف باشین پس دیگه ببینی که بازی گپ نیست زیاد فشار میاره زیاد یک چیزایی میگه که مثل در وجود انسان یک نفر دیگه که گپ بزنه یعنی توریست تو میگی صحیح سی میگه نه بد است تو میگی صحیح نماز زیر تاثیر چیز از خدا نبرین فقط عبادت تانه کنین خدا از دل جان صوبکی که نماز تانه خواندین هر وقت خدا به خدا بسپارین خلاص هیچ کدام گپ نیست دیگه پناه به خدا توکل ما و شما به خداوند پاک و از هر نگاه خداوند کمک کنه همه را و از تشویش و مشکلات ها دور داشته باشه. خدا همه را صحت خوب بده هر جای باشین موفق باشین. خدا حافظتان. سلام علیکم.